السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدید که معروف. السلام علیکم اکا جان. روز در مهمونی ما اکای معروف. چهلی خوبی تنجی؟ گفتو برادر چهلی. الحمدلله. خوب تنج. بهترین. عبادتات چخیله؟ تنج نمیگم دیگه اکا. تنج نمیگم دیگه. الحمدلله. مردم جو زمیچنی که همه چیزو ما اهمیت میتیم. همین گپا ما. تنج خوب الحمدلله بهترین. خوبه چیکار نمیکنه ان شاء الله خیره. بله الحمدلله. بله او مثلا که انسان یک بار تغییر نمیتونه افته. اویسته. بله. خیلی که مثال شاخه رو بگیری ساز قدش کنی میشکنه کو. با مخاطر اویسته الحمدلله با قدر استراحت بتونن دعایی نکنین. بسیاری برادران از شهر مسکو و سن پترزبورگ یکاترینبورگ برای حجامه زنگ میزنه در رقم‌های خودم. ما این حال در مکه بسیار برادر در مکه تکلیف کردن که حجامه میکنی و نه. بله میکنیم ان شاء الله. این اینستاگرام که در پایین میبینین قری صلاح در اینستاگرام میتونین که بنویسین برای حجامه در مکه 3 روز بعد در مدینه میشیم ان شاء الله. در مدینه را میتونیم که حجامه کنیم یا که در گستینسه خدمان یا که در گستینسه شما ان شاء الله میتونیم بیایم حجامه کنیم. برای اول ان شاء الله که میتونه که سن پترزبورگ نده بالا سن پترزبورگ نسته که در بالا یکاترینبورگ در اینجا مترو لوبلینا در اینجاش در بینش قری صلاح اینستاگرام این پشوی جام قرقم میتن که المهم که ان شاء الله میتونید که زنگ بزنین داروها یعنی عکس رفته است در ما هر کسی که حجامه میکنه در شهر مسکو در این 90 میتونید زنگ بزنین در مترو لوبلینا مثل 159 سی سی سن پترزبورگ 99 یکاترینبورگ و ان شاء الله که زنگ بزنین برادران در خدمت هستن. این حال شاید که بسیاری دو خدمت باشین از سببی که مثال سوال نه بعد فرمو گپ زباز ممکن حالا جان بعدش پیش گپ تونده گفتم یک بار خای نگی گپای ما بمونه تا دل مردم از فرصتی مناسب 20 بار برده اکا جان بخوام که یک بار کالاکای بخشش پرسیدم اکای نوروز کی تخلصش نوی کمسی است اگر شنیده باشین اخمقی کرده بودیم بله باطل کرده بودیم. انا امروز میخوام که یا با بخشش پرسیدم متاسفانه جواب نبوده طرف یک نوروز اما درونم غم داشتم مرا دور میکروفون که چون بازور درونم غم داشتم میخوام که اما که اقلان یک ویدیو کنه یک نوار کنه یا که همینجا شب بخشش قبول کنه همینجا شب ببرن اما که در روی کنم برای که ما یک دیگری مونم مثلا هم وقتا شوم بینی بود بینی کردن چور نکردیم یک دیگری مونم مثلا ما استوریز کنم مگه باید نمیتونه دیده مثلا و تاکک پورسی کردم ولی میگم خیلی گپ نه بخشیم برادرو انا تاکک و شما بیشترای آودیتوریاتون پراسموتر میشون میگیرین شاید که اگه نفر همینجا شاقلان ویدیو کده زایپس اکران کده در که نوروز روی میکنن مثال تماشا میکنن که نوروز صدقانه ایتات دل بخشش میپرسم ایتاکه که قدر گپای نوجو گفتم و امیدوار هستم که حداقل با خدم یکم میرسه که بخشی دایم که من آرام شم برای که هر روز مثال رفته توبه میکنم برای هر یک گناهی کردگیم با ای کسی که خفاشون کردگی بودم مثال بایودم برسه تا امکان بخشش میپرسم این مینا که نوروزا نتونستم که در گوشم نرسیده است که خیر همون خدا مثال مرا بخشیده قبول کرده بخشش مرا یعنی برادران عزیز اینجا پستانا و نیست ما درباره یعنی حجامه گپ زده سبدیم یعنی حضرت دبایم برآمد مصد گفت الحمدلله که خوبه بهتره که انسان اقرار کنه گناه خودشه و بخشش بپرسه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه کننده گناه چون که در او گناهی وجود نداره یک دیم که یعنی الله دوست می‌داره همون بنده ایش که میبخشه بنده دیگه ایش و اون خاطر الحمدلله که تو مثلا شما بخشیدش و هم طلب بخشش دارین در حقیقت که نوروز شما بچه نازم من بیشتر خودشون رفت اومد کردیم پیش وقت بود شو بچه نازم که به عقلی کردیم بیشتر بگیم بعد طبق جدا شدیم برای رپ و مثال سوسه بعد بینی کردیم یک دیگر نه که وزرو فکر میکنم در حقیقت که نوروز انسان خوبه بچه نازم میخوام بخشم و میخوام بچه نازش نشون بده خلاص ان شاء الله که برادر کدامید که بتونین با که نوروز برسونین ان شاء الله تو اینکه بخشش نمیدونن نوی کمسی را در نظر دارم تخلصش نوی کمسی گپ ما بریدی چون جو کردی بخشه که خلاص گپ که ان شاء الله که با سم یکی نوروز برسونین تو اینکه الله سبحانه و تعالی گناههای اورم و ایرم ای مورم ای هر انسانی که مورا تماشا داره
گناهامون عفو و مغفرت کنه الله سبحانه و تعالی. در اینجا مکان مقدس شاید که با اکی نوروز و با اکی بهروز و بسیار برادر هر انسانی که بیاین اگر که همینجا باشین انشالله به قدر استعداد خدمت میکنیم. انتظار هر اکادمی شما هستیم تا قدر یک استعداد. خبری خوشا نگفتین کو آیدی هجوم در بخارا انشالله به نزدیکی خدا موفق بگردانه. نمیگن برادرم کدامت که طرفدار باشه انشالله طرف سمرقند و بخارا به طرف بخارا انشالله که برادرها قطعی پلان کشیده سیم که تو اینکه در همونجا یک حجامه بکشاییم. در تاجیکستان بسیار برادرها کشیدن مثلا که نخواستیم که کنکورنت اونها شیم. میخواهیم که طرف سمرقند و بخارا در یک جای حجامه بکشاییم. کدامت که طرفدار باشین انشالله میتونین که در کامنتاری بنویسین و فکر رأی اختونه و کدامت که انشالله طرفدار باشین از همون طرفا باشین میتونین انشالله پلوس مینوس یک گالش که بمونین انشالله که برای نزدیک خدا موفق بگردانه. شاید که طرف سمرقند و بخارا بریم باذن الله با همراه این شیرینر انشالله میره انشالله. انشالله خب با دعا باشین دوستان عزیز. یعنی و در چی باره مثال گپ زنی بار که نمیدونیم بسیاری مردم در بسیاری تیم‌ها گپ زدگی هستن. شاید چون بگم برادر دفعه دیگه ویدیو ناباتی چی شود بهتر میشه که مثلا که هر انسان بگیم از چه چیز تنقیسی میکشه همون چیز بنویسن. بعضی مثال خواهرها اپا و مادرها مثال شکایت میکنن یعنی زن یکمن از زنای دیمی اونها شکایت میکنه که بعضی سحر و جادو میکنه و شوهرشان وقتی که زن دیم میگیره از زن یکم فراموش میکنه. بعضی زنهای دیم فکر میکنه که زن یکم بالاتر میدونه و فکرم که همین تیما یا که همین مسئله همین موضوع جالبتر و مهمتر از در جامعه یا که در همون مردم. شاید که در این باره اگر گپ زنیم فردا باذن الله اگر که انشالله که خویشمان باشین به خواست الله به قدر استطاعت چیزی که دستمون میوه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که بلغ عنی ولو آیه از من برسونین حداقل هر چی که بدونین یک آیت حتی یک نشونه هر چیزی که میدونین و اون خاطر چیزی که دستمون میوه چیزی که میدونیم چیزی که میتونیم کوشش میکنیم و انسانان که بیمار هستن الله سبحانه و تعالی شفای کامل و عاجل عطا فرمایه. بسیاری حاجی و مثلا که میبینن مدیجه میگه بیا بر ما رو بخونیم. برادران عزیز خواندن ما مشکلی نداره انشالله کوشش میکنیم اما شما در موضع و مکان هستین که دعای شما اجابت است. نزد کعبه در رکعت نماز بخونین و پروردگارا جز شفای تو شفایی نیست. پروردگارا شفای کامل و عاجل عطامون بفرما از خزانه غیبت که پروردگار ما هیچ درگاهی نداریم که طلب دعا کنیم. انشاءالله که الله دعای شما را میشنوه. دعای شما را یعنی قبول میکنه. الله فرموده است که ادعونی استجیب لکم. شما از من میگه بپرسین ما اجابت میکنم دعای شما را. با مخاطر لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خداوند ناامید نشین. الله انشاءالله که اجابت میکنه دعاتون. شاید که مثال بگیریم برادرانی برادران مگی و برادر دیگه و مگی و بسیار برادرها بس که هستن شاید که دعای مادران ما و شما باشند. دعای مادرش بود که داخلش دعا کرد پروردگارا فرزندی مرا برای راست هدایت فرما یا که بگیم ازویلش هر انسانی که باشه دعای همونها بودن که الله سبحانه و تعالی اینها را هدایت داد و از اون راه برگشتن که بگیم اکثریتی که مثال بگیریم بتل خانیه که ریب خانیه بگیم از عقارت از دیگه و دیگه چی هسته همین خلاص یا نه با همون خاطر یعنی برادر بخشش پرسید که در اونجا بسیار گپ‌های قبیح بود. خب الله سبحانه و تعالی هر یک کلمه شما رو نگهبان باشه. در حق بیمارا دعا کنین که بیمارا نیاز به دعای ما و شما دارن تا اینکه الله تیزتر شفای کامل و عاجل عطا فرماید. انسان باید سلامتیش رو از همه چیز بهتر و بیشتر بدانه تا اینکه سلامتی این روز از فردا نیست. با همون خاطر حرکت کنین سلامتی را از دست ندین در هر راه یعنی در راه خراب سلامتی را از دست ندین. بعضی انسان ها هستن که فکر کنن که یک دندان که در میکنه تمام عضو بدن انسان را آرام نمیمونه یا که یک سر در میکنه تمام عضو بدن انسان ناآرامه یا که یک ناخون کم یک چقدر میبری تمام عضو بدن انسان ناآرامه. با همون خاطر سلامتی را پیش از آنی که یک بیماری بالاتون میه غنیمت بشمارین. جوانی را همچین پیش از پیری برای بسیاری
پیرا میان همینجا بیچاره عبادت کردن نمیتونن. بله. یک بار مسجد میرون میان دین بار رفتن نمیتونن. پیر شدگان روزه زورشون میه. بعضی گریه میکنن که سبحان الله چرا در یوشی ما نامدی. ازم خاطر يعني يوشي الشاب نشأ في عبادة الله الشاب نشأ في طاعة ربه يعني جوان كوميوبس در عبادة الله جوان كوميوبس در ذكر يود خدا مثلا جوان كوميوبس در تلاوت قرآن جوان كوميوبس در ذكر عبادة الله در همه چی جوان كوميوب بخاطر که پیر میگم آدمی که پیر شه تا حاجت میره میاد یک نیم ساعت میگذره در جوان در وقت میره هم طهارت میکنم عبادت میکنم تلاوت قرآن میکنم نماز میخونم اسپید میکنه همش هم خاطر جوان کامیاب است هم خاطر در حق جوانان ما و شما برادرامون اکا دادرامون اپا و خواهرامون در حق همون دعا باشین تا اینکه الله سبحانه و تعالی برای راست هدایت میکنه. خب باقی در امان الله و دعا باشین. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.